پا نشی بیای تو باشه؟ باشه دیگه نمیاد. واسه همین گفتی من رایام تو؟ واسه همین گفتی؟ آره؟ من گیری میگیرم سر داری خودت چیش؟ میگم گفتم بهش تو الان میخوای بیای چی بگی؟ بالاخره که باید بیام. با بچه نمیشه علاف میشم به خاطر سواحت. وای نسته اینجا کلافه میشی. برو من میرم خونه خودم. من هستم برو نگران نباش. پا نشی بیای تو باشه؟ باشه؟ باشه دیگه نمیاد. خداحافظ. خداحافظ. جزبه چرا جالت نیست؟ از بچه ها میگیرم. گوشتو واکن ببینم. چرا؟ بازش کن. صدا داری ضبط میکنی؟ نه. گوشتو خاموش کن. من نگفتم گوشی همه خاموش باشه. روز اول گفتم صدای ویبره از تو کیف هیچ کس نشنوم. این نزن فرادی. خب انتخاب کردی؟ نه هنوز. مگه چی میخوای انتخاب کنی؟ یکی رو بگو دیگه. چی داریم به هم دیگه میگی شما دوتا؟ با تو هم؟ سوال پرسیدم ازش. چی پرسیدی؟ گفت انفرادی. گفتم اینجا واقعا قبلا زندان بوده. حرف نزنین دیگه سر کلاس. چی شد؟ انتخاب کن دیگه. نمیشه خودتون انتخاب کنی؟ نه هر کس خودش باید انتخاب کنه که از کی میخواد بپرسه. خب من اینطوری استرس میگیرم هرچی خوندم یادم میره. استرس میگیری واسه چی پاشید اومدی دانشگاه؟ بیا. مریم استرس براش بده. استرس براش بده باشه بره تو خونش بشینه. استاد حامله است. حامله ای؟ آره؟ بله. چند ماهته؟ 2 ماه. حالا هول بودی مگه؟ چه خبره؟ میذاشی درس مشق تموم شه بعدن حامله میشدی. انتخاب کن دیگه. فقط سوالت سخت بشه. اگه بتونه جواب بده از نمره تو کم میشه. جوابم ندیم از خودمون کم میشه. اول ترم نمره همتون 20. خودتون نباید بذارین کم شه. چرا وقتی جواب سوال رو یکی بلده از نمره ایشون باید کم شه؟ این سوال کسی میپرسه که درس بلده. شما درس بلدی؟ اگه بلد بودم که هم جلسه پیش نمرم کم نمیشه. مانعی نداره. این جلسه هم میتونه کم شه. انگاری فقط بچه‌ها رو میخواین بندازیم به جونم. شما اگر نگران نمره این خانمی میتونی داوطلب بشی سوال ازت که جواب ندی. من نمیدونم این بهانه‌ها چیه میاری سر کلاس من. این خانم بارداره، اون یکی شاغله نمیتونه مرخصی بگیره، اون یکی مادرش فوت کرده. این همش بهانه است، مشکل کلاس من نیست. نه این خانم شرایطش فرق میکنه. بخاطر ترم آخرشه. ایشون خودش زبان داره، اگه مشکلی داشته باشه میتونه حرف بزنه. شما چی کاری؟ یعنی چی؟ یعنی همین. شما تو جایگاهی نیستی که بخوای راجع به این خانم صحبت کنی. مگه اینکه باش نسبتی داشته باشی. نسبتی باش داری؟ چی کارشی؟ شوهرشی؟ الان مشکل شما اینجوری حل میشه؟ نه ولی تکلیفم معلوم میشه. شوهرشی؟ آره. مبارکه. نه تو
اینا رو بذار تو پوشه برم. سلام. خسته نباشی. سلام. بفرمایید در خدمتتون. من خانومم دانشجوی اینجاست، فقط 3 واحدش مونده. می‌خواستم ببینم امکانش از غیر حضوری برداره. دانشجوی من هستم؟ بله. غیر حضوری که نمیشه. وقت از کجا بدونم نمرش چی میشه؟ من پرسیدم گفتن چون ترم آخرشه میتونه جزواره بخونه بیاد امتحان بده. امتحان که فرمالیته است. محمدی اینو بدون مرادی امضا کنه. فقط زود بگو بیاره. آدمیزاد وقتی به این دنیا میاد که گناهی نداره. وقتی زندگی میکنه تازه کارنامه‌اش مشخص میشه. دانشجو هم تو کلاس معلوم میشه که کارنامه‌اش چیه. بله درست میفهمه. نمیتونه معرفی به استاد برداره؟ نه، حضور تو کلاس واجبه وگرنه حذف میشه. اگر دوست نداره میتونه با یه استاد دیگه برداره. میگه این درس رو فقط شما ارائه دادید. ببخشید این دیگه مشکل من نیست. خانم من یکم شرایطش سخته، بارداره. همون دانشجویی که 2 ماه بار داره. بله. مریم. بله. شما همسرشی؟ بله، با خودش هم صحبت کردم. گفتم شاید حداقل بتونه یکی در میون بیاد. باز نظر شما هرچی شما سلام میدونید. فکر کردم با همسرش میاد دانشگاه. بله، خودم میرسونمش. خوبه؟ الو کجایی؟ چی شده؟ داد میزنی چرا؟ خب میگم چی شد؟ کجایی الان؟ باشه من دارم میام. بله. بفهم. چی برگشتی گفتی سر کلاس؟ چی برگشتی گفتی سر کلاس؟ سر کدوم کلاس؟ سر کلاس برگشتی گفتی شوهر زن منی؟ بله؟ چی گویی بوده خوردی؟ این چه گویی بود؟ قرار که نمی‌کنم. اگر از من می‌پرسید من میگم دانشجو سر کلاس بشین. حالا اگه خودتون تصمیم می‌گیرید بچه‌ها این پسر رو آوردمش. بفرستش بیاد تو. چشم من با تو تماس دارم. جلو همه مزاحمتون شد؟ مزاحم نشد. مزاحم نشد چیه دیگه؟ بری دوستاشو بیارید از اون بپرسین. الان نمیخواد حرف بزنه آقا. جلو همه گفته شوهرتم دیگه. چرا هیچی نمیگی؟
بله گفت. پس چرا میگی مزاحمت نشده؟ من نگفتم شوهرشم. کسی از شما پرسید؟ پس چی گفتی؟ استاد گفت چی کارشی؟ من هیچی نگفتم. و خودش دوباره گفت شوهرشی؟ تو هم گفتی آره. آها اصلا گوش میکنی؟ من دارم میگم استاد، یعنی اصلا حرفم جلوی همه به یه زن شوهردار گفتی شوهرش. تو راهرو هم که دعوا کرد. شوهر این خانم اگه بخواد میتونه شکایت کنه ازت. همه دانشگاه که میگن یه بی‌ناموسی مثل این ازش میاد بیرون. درست حرف بزن. دهنتو ببند. این دانشگاه با تو کار نداشته باشه، من با تو کار دارم. خانم شما چرا هیچی نگفتی؟ چون ایشون هر جا باید حرف بزنه لال میشه. میخواست جواب استادو بده، نمیخواست مزاحم بشه. از کجا میدونی برعکسش نیست؟ من حالم خوب نیست، میشه برم بیرون؟ چرا جواب منو نمیدی؟ جواب چیو بدم؟ چرا باید استاد همچین چیزی ازت بپرسه؟ من نمیدونم. نمیدونم؟ کلا هر چیو میخوای جواب ندی راحت میگی نمیدونم؟ الان چیو میخوام جواب ندم؟ خب من جلوی کلاس وایساده بودم، چی بگم راضی بشی؟ چون جلوی کلاس وایسادی باید بهت شک کنه؟ من حالم خوب نیست، ببخشید. خانم تشریف بریم برگه رو امضا کنید. چیه؟ فوق لیسانسته، برو امضا کن. برگه صورت جلسه است خانم، تشریف بیارید. آخه اصلا اینجوری که میگن نبوده. آقا من اصلا نمیفهمم یه حرف ساده رو چرا اینقدر داریم بزرگش میکنین؟ ایشون جای خواهرمه. خب میگفتی خواهرمه، چرا نگفتی؟ شعورش نمیرسه آجا. من واقعا حالم خوب نیست، ببخشید. آقا شما با همسرتون تشریف برید بیرون، من برگه رو میدم بیارن خدمتتون. شما بیاین امضا کن. پاشو بیا. چی نوشته؟ امضا کن تو وضعیت خیلی خراب تره. حذف میشم؟ هست؟ شانس بیاری فقط اخراج شی. ببین شوهرش شکایت کنه داستان میشه برات. دوستش داشتی؟ بگو کمکت میکنم. قبل ازدواجش با هم دوست بودی؟ یه نمره دیگه ازت کم میکنم چون نگفتی این دوتا زن و شوهر نیستن. همتون تو کاری که اون پسری که شریکین. شوهرش نمیذاره دیگه بیاد. حق داره. پسره میگه من شوهرشم، دخترم هیچی نمیگه، منم بودم نمیذاشتم بیاد. نگفت من شوهرشم. تو هم میخوای بشه عرفان نظری؟ چیکارشی؟ نکنه زنشی؟ خیلی خوب، برای هفته بعد آماده بشین. همینجوری باید از هم دیگه سوال بپرسین. اینجوری انگار میخوایم فقط نمره‌های همو کم کنیم. نه، مجبور نیستین که از هم دیگه بپرسین. مثلا این خانم راحت گفت من بلد نیستم. اصلا من هیچ وقت شما رو مجبور نمیکنم کاری انجام بدین. هر کاری که دوست دارین بکنین، آزادی. دوست دارین بیاین کلاس، نه این کلاس، درس بخونین، نخونین. اینجا دموکراسیه. ولی خب منم شیوه خودمو دارم دیگه. اتفاقا منم ترجیح همینو سر این کلاس نشینم دیگه. کس دیگه ای هست که بخواد بره بیرون؟ خیلی خوب، درس ادامه میدیم.